امید انتخابات بسیار آرام، آسوده و شفافیت و تامین عدالت موفقیت افغانستان. داوود هستم از ولایت جاویدان در قطار افتاد هستم رای میدم. فعلا مشخص نیست که کی در کجا رای میده. اینجا نظر به حروف بوده، حرف الف و ب و دال و جیم، مگر اینجا مشخص در سر سایت ها یا صنف ها زدگی نیست که باید حرف ا در این صنف بره، حرف ب در این صنف بره، حرف که نامش در میم است در اون صنف بره. مردم سرگرم گایده شو برو گایده شو برو این یک سابوتاژ خواهیم نمیخوایم که انتخابات شود. سیستم به کلی یک سیستم بی‌نظم بوده که ما تقریبا نیم ساعت اینجا منتظر ماندیم و بعد از یک کسی از ناظرین نیست یا یک کسی خوب مدیریت نشده که مردم راهنمایی بکنه. اکثر مردم بی سواد است، نمیفهمند. زمینه مساعد است که مردم در شهرها رفت آمد بکنه، در سایت‌های انتخاباتی بوده. انشالله ما باورمند هستیم سر نیروهای امنیتی، خصوصا سر ملت شریف و نجیب ولایت جوزجان. حالا حرفی همینجاست یا نه رئیس صاحب من